حالا ما شیعه ها علت تاریخی داره نه علت مذهبی. علت این که نماز رو با هم میخونیم برای این بوده که شیعه ها همیشه در حال تقیه بودن، نمازشون چون دستاشون هم مینداختن پایین شناخته میشدن که نمازشون شیعن، و لذا معمولا اگه جماعتم میخوندن زود میخوندن درن. ظهر یه جا جمع میشدن میگفتن زود نماز عصر بخون دریم بریم، یا اگه مغرب میخوندن میگفتن زود بخونیم دریم بریم. و الا از نظر شرعی اصل نمازها جدا خوندن از هم با فاصله بهتره. اگه یک سنی از شما پرسید بگید آقا ما فضیلت قائلیم برای جدا خوندن. علتش جنبه تاریخی داره نه جنبه شرعیت ها، یعنی شرعا نگفتن نماز با هم بخونیم. به خاطر اون مشکلی که بوده، البته پیغمبر اکرم گاهی در مقام ضرورت نمازها رو با هم، مثلا منا در عرفات اونجا داره که پیغمبر خودشون نمازها رو ظهر عصر با هم خوندن، داره که پیغمبر در مواردی در سفرهای ضروری امثال اینا با هم میخوندن، اما اصلش اینه که اینها جدا بشه. اصلا 5 دفعه خلاصه نماز خوندن برای چی بوده؟ برای این بوده که در هر آنی شما یادتون نره خداوند. صبح که از خواب بیدار بشی بلافاصله نمازی یذکرون الله، ذکر خدا. باز یه چند ساعت کار میکنی، خود کار و زندگی دنیا و این حرفا غفلت میاره، دوباره یه دفعه ظهر الله اکبر، دوباره نماز، دوباره عصر الله اکبر، دوباره مغرب. شما که عشا هم موقع خواب بوده قدیما، نه مثل حالا که تلویزیون ساعت 12 شب و تمام 12 24 ساعته براتون میخونه. قدیم که نبوده اینجور. قدیم مردم زندگی طبیعی داشتن، نه زندگی مصنوعی. زندگی که الان ملاحظه میکنید زندگی طبیعی نیست، ولذا این همه بیماری و مرض ها زیاد شده. قدیم که سرطان اینقدر زیاد بود، این امراض سرطان، امراض قلبی، امراض اعصاب، همه اینا مربوط به زندگانی غیر انسانی. شب که شد یک کمی شام و اول شب تمام بعدم خوابیدن، ولی خب ما از اون ور بیدار می شدن. قم اللیل الا قلیلا، شب بیدار باش. و از اون ور می خوابه، بعد میخوام بیدار کنن حسن رو نزدیک آفتاب، میگه حسن پاشو نماز، میگه هم، میگه پاشو، میگه هم. آقا چرا بلند نمیشی نماز رو بخون؟ آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه میفرمود که طلبه ها قدیم قبل از اذان همه بیدار میشدن. امام میفرمود در مدرسه فیضیه قبل از اذان، مدرسه دارالشفا، تمام حجره ها روشن بود قبل از اذان صبح. نماز شب میخوندن، مطالعه میکردن، همه کارشون رو قبل از اذان انجام میدن. آقای مجتهدی میگه حالا اگه یه طلبه 10 دقیقه به آفتاب بلند شه از اولیاء الله است، چون نمازش قضا نشده. گفت باز نمازش قضا نشده از اولیاء الله است که 10 دقیقه به آفتاب بلند شده. و حالا زندگی اینجوری درست شد، میگه زندگی مصنوعی. علایال نماز عشا یعنی نماز خفتن، مثلا معنای فارسیش میشده نماز خفتن، برای خوابیدن نماز میخوندن و میخوابیدن. نماز مغرب بعدم شام میخوردن، هرچی میخوردن، بعدم نماز عشا، بعدم میخوابیدن. اون وقت از اون بر بیدار میشدن. حالا هی بیدار هی بیدار، از اون بر بیدار نمیشه. علی حالا این ذکر الهی هم ذکر قلبی است هم ذکر لفظی. برای که این قلبتون فراموش نکنه این عبادت ها اومده که شما تا چند ساعت غافل شدی، زندگی دنیا و کار و